این بامیه نه خمیری میشه نه شکرک میزنه، خیلی هم ترد و خوشمزه است. اول شهدش رو درست میکنیم که دستور کاملش رو هم توی کپشن هم توی استوریا واسهتون گذاشتم. واسه درست کردن بامیه 1 لیوان آب، 1 قاشق کره، 2 قاشق شهد رو میریزیم داخل تابه و اجازه میدیم ریز ریز بجوشه. 1 لیوان آرد داریم که یه دفعه بهش اضافه میکنیم و شروع میکنیم به هم زدن. حدوداً 7-8 دقیقه باید همینجوری با حرارت کم خمیر رو باز و بسته کنین تا رطوبتش گرفته بشه. بعد از این مرحله خمیر رو به ظرف دیگه انتقال میدیم و بازش میکنیم تا از داغی بیفته. 3 تا تخم مرغ هم زده داریم که یکی و یواش یواش بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم. چون اینجا برق نبود من با دستچنگ زدم. همراه با تخم مرغ آخری باید وانیل هم اضافه کنیم. دقیقاً باید یه همچین خمیر چسبنده ای به دست بیاد. مواد بامیه رو میریزیم داخل قیف و توی روغن سرد پایپش میکنیم. حواستون باشه روغن حتما باید سرد باشه. بعد بذارینش روی حرارت متوسط و تا خودشو نگرفته اصلا بهش قاشق نزنید. حسابی که سرخ شدن از روغن درشون بیارین و داخل شهد خنک بریزین. اگه شهدتون گرم یا داغ باشه بامیه‌تون خمیری میشه. و در آخر همچین بامیه ترد و خوشمزه و جذابی داریم. ممنون میشم اگر این آموزش رو دوست داشتین واسه دوستاتونم بفرستین.